سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه هم ریسیکه. بفرمایید خواهر گرامی. من از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید خواهر گرامی، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. من از این کلیپ هایی که نشان داده کو بله. خیلی تعجب کردم. چرا تعجب کردید خواهر گرامی؟ من در اصلا مذهب امام اعظم اصلا مذهب کریستیانی ام، لیکن هر وقتی که من اقدر ایران دوست نداشتم، اقدر ایران خصوصی آرزو میکردم که مثل زنهای ایران باشم، اما متاسفانه این شیعه های رافضی رو دیده در تعجب موندم که اینقدر به کفر و شرک خودشون رو مبادر کردن. الله المستعان، الله المستعان. یعنی خواهر گرامی، قبل از این شما فکر می‌کردید که اسلام واقعی همون اسلامی است که آخوندها در ایران به نمایش گذاشتن، اما امروز حقیقت رو پی بردید. بله. من با ما مثلا که عربستان سعودی در بین جهان کشور اسلامی است، بهترین کشور اسلامی ایران است. درست. اما وقتی که ما خودمون در شبکه‌های نورانی شما دیدیم، حقیقت فهمیدیم که چه خیر بود در ایران. الله اکبر، الله اکبر. تشکر از شما خواهر گرامی. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی اینا رو هم هدایت بده به اسلام ناب و اسلام واقعی. الله اکبر. همچنین مثل که میگم که یکی آخوندهایی میگفت که مکتولا مثل باغ وحش میموند، اما این روز میبینیم خودشون مثل سکوی وحشی است. بله. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر از شما. من یقین داشتم میکنم، به خاطر همین میگم چقدر آرزو داشتم با این شبکه ها هم پیوست شدم. سلامت باشید. الله متعال شما را حفظ بکنه و در این راه ثابت قدم بداره خواهر گرامی. شما هم خداوند الهی ما همه شما را همیشه نگهداری راه هدایت. آمین. 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 تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر از شما. در حق ما هم دعا کنید. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما بکنه خواهر گرامی. تشکر از شما. خدا نگهدار شما.